تعداد زیادی عساکر اردوی ملی افغان در ولایت سرحدی جوزجان که در شمال افغانستان موقعیت دارد حضور دارند، گرچه در مقایسه با زبانهای ملی که عبارت از پشتو و دری می باشد، در اینجا زبان اصلی ترکمنی و ازبکی است. ولی زمانی که مسئله دفاع از کشور مطرح باشد، عساکر هویت ملی خویش را بیشتر ترجیح می دهند. خود مسلمان هستیم، این خاک ماست، وطن ماست. ما آماده هر نوع دفاع از مردم خود هستیم، از تمامیت ارضی خود هستیم، از ملت خود هستیم. اگر ما افغانا امنیت وطن خود، خاک خود ما گرفتن نتونیم، آیا کی باشه؟ دگروال گلبهار از 3 سال بدین سو قماندان کندک 3 لوای اول می باشد. وی همیشه کوشش نموده است افرادش در بهترین وضعیت قرار داشته باشند تا در این صورت بتوانند امنیت ولایت خویش را تضمین نمایند. اینمی لحظه اکثریت سربازا حرکت کرده، یعنی با وجود از این که بسیار کم شما حرکت نمایشی را اجرا کرده، ولی بازم حرکت کرده که ما 80% آماده هر نوع دفاع مردم خود، دفاع خاک خود انشالله که ما شدیم و کوشش میکنیم که ما تواناییمون بیشتر شود، قوی‌تر شود. در ولایت جوزجان نتایج مثبت پروگرام صلح و استقرار مجدد افغانستان به خوبی مشاهده می شود. با پیوستن 201 تن طالب به پروگرام محلی صلح، دگروال گلبهار می خواهد مطمئن شود که این پیام توسط افرادش زمانی که در گزمه قرار دارند انتقال می گردد. حتی وی آنها را هم به کندک خویش دعوت می نماید. که دروازه دولت دروازه همه دولت است، همه ملت است. ما از یک خاک هستیم. دروازه اردوی ملی هم از این دروازه داخل میشه. اردوی ملی خانه مشترک همه افغان است. پلیس ملی خانه مشترک همه افغان است. امنیت ملی خانه مشترک همه افغان است. هیچ کس مانع شدن نمیتونه. ما این افتخار به خود میدانیم، به مو افغان خود میدانیم که مردانوار بیاد تفنگ ورداره، همیت پیره بکنه، گزمه بکنه تا همیت وطن خانه خودش بگیره. نیروهای تحت کمانده دگروال گلبهار تمرینات تعلیمی عملیاتی را بار بار اجرا می نمایند، در حالی که تعداد زیادی نیروهای شورشی در ولایت جوزجان موجود نمی باشد. با آن هم حملات بالای قوای افغان و نیروهای بین المللی در قسمت‌های از ولایت که در آن شاهراهای عبوری به مناطق غربی قرار دارد صورت می گیرد. به خاطر سطح بلند بردن قوای فیزیکی پرسنل در مواربه. امسال مسئولیت امنیتی شبرغان مرکز ولایت جوزجان به نیروهای امنیتی افغان انتقال نموده است. با رهبری دگروال گلبهار چنین معلوم می شود که در آینده افرادش فرصتی خوبی به دوش گرفتن امنیتی ولایت را دارد. 100% تا فعلا بچه جوان من از 12 فارغ شده، ولی 100% علاقه داره. پدرش نظامی است. او به خاطر فرضش است که به خاطر حمیت وطن خود او عسکر شوه و در وطن تلاش بکنه، زحمت بکشه تا امنیت برای مردم خود تامین بکنه. This is Ruth Owen in Afghanistan for the NATO channel.